أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، أنوار أحمد قد شعت من القمرين. طوبى لمن هدوا من ذيلك النهرين، ما كان للإنسان في الجوف من قلبين، لكن حبهما نسكنه في العينين، لكن حبهما نسكنه في العينين. صلى عليك الله يا سيد الثقلين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين، وكذا على الحسن من وحد الصفين، وعلى الحسين والحق في الثقلين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، وعلى الصحابة من قد وقروا الحسنين، تعداد من صلوا لله في الحرمين. أنوار أحمد قد شعت من القمرين، ضاءت من الحسن ومن الشهيد حسين. قسمت ششم.
من میترسم ابن سبا. چرا اینجا مانده ایم؟ هر وقت علی ابن ابی طالب کارش تمام شود به دلیل مشارکت در قتل عثمان ابن عفان بر ما حد جاری میکند. خیالت راحت، تا زمانی که در مدینه هستیم نمیتوانند ما را قصاص کند مگر اینکه پراکنده شویم. اگر هم بخواهد ما را مجازات کند، عرب بر ضدش شورش میکنند. چرا بر ضدش شورش کنند؟ زیرا گمان میکنند که خودشان خلیفه تعیین کرده اند. نشنیدی که چگونه درباره قتل عثمان و تعیین علی به جای او سخن میگفتند؟ بله شنیدم. پس اگر بخواهند آنها را قصاص کنند، خواهند گفت ما را فریب داده تا به حکومت برسد. چگونه فریبشان داده؟ او که از همان اول موافق نبود و با قتل عثمان هم مخالف بود. به بیشتر آنان نامه هایی به خط علی رسیده و آن را باور کرده‌اند. برای همین است که میبینی نسبت به صحابه جرأت پیدا کردند. ابن اودیس، غافقی و دیگران چه؟ آنها را غرورشان اینجا آورده بود، اما این اراذل را بیخردیشان. هر دو گروه اعتقاد داشتند که ناچارن عثمان را بکشند. اینها چه ربطی به ماندن ما در اینجا دارد؟ خیلی ربط دارد. آنچه آنها به سر عثمان آوردند بر سر علی نیز می آورند. آن دو از یک جنسند اگرچه ظاهرشان متفاوت است. منظورت این است که علی با ما درگیر نمی شود، همان گونه که عثمان برای جلوگیری از فتنه درگیر نشد؟ بله، کم کم داری میفهمی. علی برای دفع فتنه به بی خطرترین راه حل می اندیشد. بی خطرترین راه چیست؟ این که به ما اجازه دهد پراکنده شده و به شهرهای من بازگردیم و هنگامی که کارهایش سر و سامان گرفت از قبایل میخواهد افرادی که در فتنه مشارکت داشتند را تحویل دهند تا محاکمه شوند و حق به حقدار برسد. ای ابن سبا، آخرش سر ما به خاطر این حق به باد میرود. ما را برای کشتن آورده ای؟ من سهل ابن حنیف به فرمان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب فرماندار شام هستم. و من حبیب ابن مسلمه فرمانده لشکر معاویه ابن ابی سفیان هستم. اگر امیر مؤمنان عثمان ابن عفان تو را فرستاده خوش آمدی، ولی اگر از جای دیگر آمده ای به همان جایی که آمده ای بازگرد. ولی عثمان ابن عفان به سرای حق شتافته، علی ابن ابی طالب اکنون امیر مؤمنان است. کدام بخش سخنم را نفهمیدی؟ گفتم که اگر امیر مؤمنان عثمان ابن عفان تو را فرستاده خوش آمدی، ولی اگر از جانب کس دیگری آمده ای به همان جایی که آمده ای بازگرد. فکر میکنی چند سال است که ما برای این کار نقشه میکشیم؟ ها؟ 5 سال. آیا فکر میکنی پس از این همه وقت من به هر کس و ناکسی اجازه میدهم نقشه ایمان را خراب کند؟ باید فکر برگشتن را از سرشان به در کنیم. از آنها میخواهی چه کار کنند؟ بقیه عمرشان را اینجا سپری کنند؟ چند ماه بیشتر طول نمیکشد که این قوم با یکدیگر اختلاف پیدا میکنند. آیا گمان میکنی صاحبان خون عثمان درباره خون او سکوت میکنند؟ و آن وقت؟ و آن وقت آنچه ما میخواهیم میشود. مردم دست دسته شده و یکدیگر را میکشند. و همان گونه که قبل از محمد بودند خواهند شد؟ با یک تفاوت کوچک. قبل از محمد بی هیچ دلیلی یکدیگر را میکشتند، اما اکنون با یکدیگر میجنگند و هر کس هم دلیل خود را دارد و این خیلی بدتر است. چرا؟ زیرا آنان در راه رضای خدا یکدیگر را میکشند. و اون وقت است که ما به قسم خیش وفا کرده ایم، همان قسمی که هنگام خروج از صنعا و ترک یهود و خانواده خوردیم. نه خراس، هنوز راه درازی در پیش داریم. محمد این عظمت را یک شبه نساخته تا ما در 1-2 سال نابودش کنیم. مگر نمیدانی که عمر ابن خطاب گفته ما ملتی هستیم که خداوند با اسلام ما را عزت بخشید و هرگاه رهایش کنیم خدا ذلیلمان می کند. آها، بله.
چنین چیزهایی شنیدم. البته از عمر اصلا خوشم نمی آید. عرب بدون اسلام هیچ عزتی ندارد. مشکل اصلی ما با اسلام است، نه چیز دیگری. فهمیدی احمق؟ آنها مدینه را تسخیر خواهند کرد. بیشتر بنی امیه از ترس جانشان به بیت الله الحرام پناه بردند. مدینه اکنون دچار هرج و مرج است. قدرتشان به حدی است که دیگر نمیتوان بر آنان چیره شد. ای ابن آس، اگر من این کار را نکنم خون عثمان هدر خواهد رفت و بعد از این هم نخواهیم توانست خونش را طلب کنیم. ما با تو هستیم. خواسته تو خواسته ما نیز هست. پس تصمیم بگیر چه کنیم و ما در خوشی و ناخوشی در کنارت میمانیم. تا علی قاتلان عثمان را قصاص نکند با وی بیعت نمی کنم. تا آنان را قصاص نکند شام را به او تحویل نمی دهم. ای ابن آس، به خدا قسم من به دنبال حکومت نیستم، اما اگر اکنون که قدرت دارم نتوانم خون عثمان را طلب کنم، آیا گمان می کنی فردا با دستان خالی خواهم توانست انتقام خونش را بگیرم؟ پیش از این که وارد شام شوم حبیب ابن مسلمه را دیدم. به من گفت اگر امیر مؤمنان عثمان ابن عفان تو را فرستاده خوش آمدی، ولی اگر دیگری تو را فرستاده به همون جایی که آمده‌ای بازگرد. باید درک کنیم که این سخن از روی خشم بوده، نه چیز دیگر. همه می‌دانیم که اهل شام از دیگران مخلص‌ترند، مخصوصاً که معاویه در بین آنهاست. حسن راست میگوید. آنها ناراحتند. حتما این خبر دلشان را به درد آورده. هرچقدر هم ناراحت باشند مثل ما نیستند. ما در جاهلیت و اسلام در کنار عثمان بوده ایم. خواست خدا بوده و کاری نمیتوان کرد. نباید خشم و غضب جلوی نظر درست را بگیرد. عمو جان، آنها از خودمان هستند و باید آنها را درک کنیم. آنچه میگویی کاملا درست است ابا محمد، و امیر مومنان نیز همین را میگوید. هر شکافی که پر میکنیم یکی دیگر ظاهر میشود. گفت آن کاری را میکنیم که به مصلحت همه باشد. بگو ای سهل، امیر مومنان پس از شنیدن اتفاقی که برایت در شام افتاد چه تصمیمی گرفته؟ امیر مؤمنان فرستاده خود را به سوی معاویه میفرستد تا ببیند خواسته او چیست. سپس تصمیم خود را میگیرد انشاءالله. بهترین تصمیم همین است، به خدا قسم. خدا به داد امیر مومنان برسد. راهزنان مدینه را رها نمی کنند و معاویه شام را جدا کرده. پدرم دو پیک نزدش فرستاده ولی او پاسخی نداده. امیدوارم که این سومین پیک بی پاسخ نماند. از شما چه پنهان ابا محمد؟ برخی از اهل مدینه در بین خود شایعه کردند که امکان غلبه بر شورشیان و قاتلان وجود ندارد. پدرم کسی نیست که امور مردم عاجزش کنند. اوضاع مناسب بود حتما بر شورشیان حد را جاری میکرد، ولی در مدینه فساد به پا خواهد شد و همان چیزی میشود که عثمان از آن بیم داشت. معاویه هم با عدم بیعتش کار را به تأخیر انداخت تا مشکل دو برابر شود. اگر معاویه همچنان بر عدم بیعت پافشاری کند چه؟ اگر قبول نکند به خدا قسم فتنه به پا می شود. امیدوارم چنین چیزی رخ ندهد. اگر تو به جای امیر مومنان بودی ای ابا محمد چه می کردی؟ اگر من امیر مومنان بودم امیر مومنان نمی شدم، از آن می گریختم. گوش کن ای زبیر، بیش از این در مدینه نخواهم نشست. اگر میخواهی با من بیا. به خدا قسم تو بیش از من از این خوارج متنفر نیستی، ولی ما منتظر قضاوت امیر مؤمنین درباره آنها هستیم. امیر مؤمنین مشغولیت‌های زیادی دارد و من نمیتوانم بیش از این صبر کنم. ولی مطمئنم از مدینه خارج شویم ابوالحسن ناراحت می شود.
چرا خشمگین شود؟ از او اجازه میگیریم برای رفتن به مکه. لااقل راحت میشویم از دیدن قاتلان عثمان. ابا محمد راست میگوید. از خانه نمیتوانم بیرون روم که مبادا با این فاسقان و خائنان روبرو شوم. به یاد عثمان ابن عفان رحم الله میافتم. بنشین ابا محمد، بفرما بنشین. من فکر میکنم باید منتظر بمانیم تا ببینیم کار علی و معاویه به کجا میرسد. به نظر تو به کجا خواهد رسید؟ معاویه بر نظر خود و امیر مؤمنین نیز بر نظر خودش مصر است و این داستان ادامه دارد تا زمانی که از دیدن این شورشیان جانمان به سر آید. بنابراین باید امیر مؤمنان را با خبر کنیم. خبرش میدهیم. خود را آماده کن، ما نیز آماده میشویم و همین روزها انشاءالله حرکت میکنیم. انشاءالله. امیر مومنان این فرستادگان را میفرستد تا مبادا بین او و معاویه اختلافی روی دهد. خوش آمدی. خوش آمدی. معاویه چه میخواهد؟ این سومین فرستاده امیر مومنان است و معاویه پاسخی نداده، نه خوب و نه بد. امیر مومنان میخواهد نظر شما را در این باره بداند. به نظر من امیر مومنان باید از فرستادن پیام به معاویه دست بکشد و کمی منتظر بماند. اگر او از این کار دست کشید که بهتر، وگرنه باید کاری که ناچار است انجام دهد. باید در مقابلش قیام کرده تا به جماعت بپیوندد، زیرا خداوند متعال میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا و از پیامبر اطاعت کنید و از فرمانده مسلمانان خود. اما نظر من همانند نظر ابن عباس است. باید کمی به خودمان فرصت دهیم. این کار برای ما و همه مسلمانان بهتر است. گمان نمی کنم معاویه کوتاه بیاید و مدارا سودی داشته باشد. باید منتظر بمانیم تا امیر مومنان با دیگر صحابه مشورت کند و سپس خواهیم دید که چه کاری انجام می دهد. موضوع خیلی طولانی شده. در دل مردم اکنون خشم می جوشد ابن عاص. می ترسم به مرور زمان سرد شوند. دلهای راستین سرد نمی شوند و محبوبشان را فراموش نمی کنند. درست است ای ابن عاص، ولی مدت زیادی گذشته. بیش از این طول نمی کشد، زیرا معاویه فرستاده ای را نزد علی ابن ابی طالب فرستاده تا به او بگوید ابتدا از قاتلان عثمان قصاص بگیرد، سپس با او بیعت خواهد کرد. میگویند بیشتر آنها در لشکر علی نفوذ کرده و زیر پرچم او رفتند. حتی شنیدم برخی از آنان عثمان را کشتند تا علی ابن ابی طالب به خلافت برسد. این سخنان را رها کن، اراجیفی بیش نیستند. علی بیش از هر کسی از عثمان دفاع می کرد و بیش از همه بر مخالفانش خشمگین بود، ولی عثمان رحمت الله علیه اجازه درگیری با آنان را به ما نداد. من به همین دلیل از مدینه خارج شدم. من فقط چیزهایی را که شنیده بودم گفتم، ولی به قول معروف اهل مکه بیش از دیگران به پیچ و خم آن آشنایی دارند. این چیزی بود که یارانتان به من پیشنهاد کردند. نظر شما چیست؟ هرچه شما صلاح بدانید ابوالحسن. به خدا قسم قبل از این فکرم آسوده تر و زندگیم خوشتر بود. سختی های این چند ماه به اندازه تمام عمرم بود. صادقانه نظرتان را بگویید، زیرا بهترین دوستان آنانیند که با تو صادقند. ای امیر مؤمنین، به خدا شایسته ترین شخص شما هستید، اما برادرانت قاتلان عثمان رحمت الله علیه را میخواهند. ای امیر مؤمنان، برای من سخت است که بشنویم برخی از کسانی که در قتل عثمان رحمت الله علیه شریک بودند در لشکر شما نفوذ کردند. یا ابا عبدالله، نباید بدون دلیل برهان سخن مردم را قبول کنیم. بعد از این قاتلان عثمان رحمت الله از دیدگان پنهان شدند، برخی به شهر خود بازگشتند و برخی دیگر ناشناختند. باید صبر و تحمل داشته باشیم، صبر و تحمل داشته باشیم. به خدا قسم توانی نمانده برای صبر. در سینه ها من آتش شعله می کشد. داروی آن آرامش است. باید صبر کنیم تا اوضاع مرتب شود و همان خواهد شد که خداوند مقدر نموده است. ای علی، ای پسر داییم،
اکنون چند ماه است که از شهادت عثمان می‌گذرد. به خدا قسم با وجود این قاتلان شهر مدینه بر ما تنگ شده. به ما اجازه بده برای حج عمره به مکه مکرمه سفر کنیم. معاویه بفرما، چرا نمیخوری؟ اگر چیزی نخوری بدنت ضعیف میشود. نه ای فاخته، کمی غذا به بدنم آسیب نمیرساند. آنچه درونم است بدتر از بی غذایی است. گمان میکنی ناراحتیت رفتگان را باز میگرداند؟ این فقط خواست خدا بوده. کسی نمیتواند خواست خدا را رد کند. ولی به خدا ای فاخته، به خدا قسم، اتفاقات گذشته و اندازه آینده مرا به خود مشغول نکرده است. ابا عبدالرحمن، اجازه نده ناراحتی تو را از پای درآورد. ما به تو نیاز داریم، پس به خاطر ما سلامتیت را حفظ کن. خوش آمدی حسن. زنده باشی برادر. بفرما، کجا بودی؟ رفتم پدر رو ملاقات کنم ولی نیافتمش. با پدر به بازار رفته بودیم و خرما خریدیم. بخور و دعایم کن. ماشاءالله، طعمش مانند حسن است. اگر گفتی چگونه آن را خریدیم؟ خب تعریف کن. بعد از این که من و امیر مؤمنان به فروشنده سلام کردیم، پدر پرسید خرما را چند می فروشی؟ و او گفت هر 3 صاع 1 درهم. دومی نیز همین را گفت، اما سومی گفت هر 2 صاع 1 درهم. پس امیر مؤمنان به او گفت دستت رو شد، چرا تو اینقدر گران می فروشی؟ او گفت ای امیر مؤمنان، به خدا قسم خرمای من بهتر است، در دهانتان عسل می شود. پدر خرما را خرید و او میخواست هر 3 صاع از خرما را 1 درهم حساب کند و امیر مؤمنان به او گفت به خاطر من این کار را نکن، زیرا برای دین تو و برای دین و دنیای من ضرر دارد. من فرستاده معاویه به سوی علی ابن ابی طالب هستم. خدا را شکر سالمی. سفر چگونه بود؟ خدا را شکر. بفرما. ابن سبا، ابن سبا، فهمیدم آن مرد که بود. چه بوده؟ او فرستاده معاویه به امیر مؤمنان است. پس رئیس بنی امیه بالاخره سخن گفت. بله، سخن گفته. اکنون کجاست؟ نزد امیر مؤمنان رفته. نزد امیر مؤمنان رفته. در نامه معاویه چه نوشته شده بود؟ هیچ. نامه خالی. فقط عنوان داشت: از معاویه ابن ابی سفیان به علی رضی الله عنه. هنگامی که امیر مؤمنان از او پرسید چه خبری با خود آوردی؟ پاسخ داد از نزد مردمی آمدم که تنها قصاص راضیشان می کند و 60,000 پیرمرد و پیرزن را پشت سر نهادم که برای عثمان رحمت الله می گریستند. امیر مؤمنان چه پاسخی به او داد؟ پدر با صدای بلند گفت: پروردگارا، من از قاتلان عثمان براءت می خواهم. پروردگارا، من از قاتلان عثمان براءت می خواهم. باید منتظر بمانیم که معاویه پس از بازگشت فرستادش از نزد امیر مؤمنان چه تصمیمی میگیرد. پیام نامه کاملا آشکار است.
او قصد بیعت کردن ندارد. آنچه ما به آن نیازمندیم صبر و حکمت است، تا مبادا در حال خشم عملی انجام دهیم که از آن پشیمان شویم. امیر مومنان میگوید باید اول اهل شام تسلیم شده و بیعت کنند، پس از آن به سراغ شورشیانی می رویم که خون عثمان رحمت الله را ریختند. امیدوارم کاری نکنیم که عاقبت خوبی نداشته باشد ابن عباس. اگر بین ما و اهل شام درگیری رخ دهد، به خدا قسم به ضرر اسلام و مسلمانان خواهد بود. گمان نمی کنم ابوالحسن خواستت را بپذیرد. اما درخواست من که ناحق نیست ابن عاص. اکنون او خلیفه است و صحابه در مدینه با او بیعت کردند. او بر اساس موقعیت خودش به عنوان خلیفه برای اجرای حد تصمیم میگیرد. خدا از ابوالحسن خوشنود باشد. به خدا قسم او شایسته خلیفه بودن است، ولی من نمیتوانم با او بیعت کنم. اهل شام نیز با او بیعت نمی کنند. قبل از اینکه از قاتلان عثمان قصاص بگیرد با او بیعت نمی کنیم. فکر نکنم ابوالحسن از دست آنها درمان باشد. حکومت او بر آنها سخت‌تر از حکومت عثمان خواهد شد، زیرا اگر عثمان عدم برخورد با آنها را مصلحت میدید، علی برخورد با آنها را مصلحت میبیند. همه ما شجاعت او در حق را میشناسیم. به خدا اگر حدیثی را که مادر مؤمنان عایشه از پیامبر صلوات الله علیه روایت کرده بود را نشنیده بودم، پیراهن عثمان را نزد شما نمی آوردم. چه شنیده ای ابن بشیر؟ از مادر مؤمنان عایشه شنیدم که پیامبر صلوات الله علیه به عثمان فرمود ای عثمان، همانا خداوند پیراهنی بر تو می پوشاند، پس اگر منافقان خواستند آن را درآورند آن را در نیاور تا هنگامی که با من ملاقات نمایی. پیامبر صلوات الله علیه این را 3 بار فرمود. شما تقصیری ندارید، تلاشتان را کرده اید. هدف ما کشتن او نبود، فقط میخواستیم به دشمن خدا معاویه خبر دهد که انسانهای قدرتمندی در اطراف امیر مؤمنان وجود دارد. اهل مدینه درباره اجرای حد بر ما توسط امیر مؤمنان سخن میگوید. به این اراجیف گوش نکنید برادران مؤمن من. خدا تو را آسوده گرداند، همان گونه که خیال ما را آسوده کرده ای. خودتان را اصلا ناراحت نکنید. ما برای نصرت دین خدا آمده ایم و اینکه به وصیت رسول الله علیه السلام عمل نماییم. آیا محمد را دوست ندارید؟ بله به خدا قسم بیش از جانمان دوستش داریم. بنابراین تا زمانی که شما با کافران و غاصبان ولایت می جنگید، پروردگار تبارک و تعالی شما را خوار نمی کند. با اجازه، دلم هوای نماز کرده. عجب عقلی داری ابن سبع. چیزهایی در سر مسلمانان ساده لوح کردی که دینشان را نابود می کند. به وسیله علی ابن ابی طالب دینشان را تباه می کنم تا جایی که عبادتش کرده و در او غلو کنند. کم علمی ایشان به من خیلی کمک می کند. اگر علی از کارهایت با خبر شود به بدترین شکل تو را می کشد. تا هنگامی که علی و آنهایی که نام خود را صحابه رسول الله گذاشتند با خبر شوند، کار از کار گذشته است. مخلف از کوفه آمده، میخواهی مخفیانه او رو نزدت بیاورم؟ دیوانه شده ای؟ برو، من همراهت خواهم آمد. خوب است. اگر نیاز شد باید به اجبار از ابا عبدالرحمن بیعت بگیریم بدون اینکه به شروطش توجه کنیم. ای عمر، اگر خداوند با این کار ما را مورد امتحان قرار داده، شایسته است که با نرمی با مسلمانان برخورد کنیم. اگر در اجتهاد اشتباه کنم و کسی که لا اله الا الله میگوید را نکشم، برایم بهتر است که با اجتهاد صحیح او را بکشم. آیا کاری که آنها میکنند آغاز فتنه نیست؟ ولی آنها پسرعموهای عثمان هستند، یعنی اولیای او محسوب میشوند. خداوند متعال فرموده هر کس که مظلومانه کشته شود به صاحب خون او قدرت را داده ایم. به خدا قسم این آغاز همان فتنه است که جدم صلی الله علیه و سلم از آن سخن میگفت. خدای مسلمانان را از فتنه ها حفظ بفرما. آمین. خدای مسلمانان را از فتنه ها حفظ بفرما. آمین.
خدای مسلمانان را از فتنه ها حفظ بفرما. اوضاع اهل کوفه چگونه بود؟ بیشترشان طرفدار علی هستند، ولی تعدادی از یاران عثمان نیز هستند که قصاص می‌خواهند. زیادند؟ تا حدودی، اما نگران مباش، ما تمام سران و رهبرانشان را میشناسیم. بصره چطور؟ طرفداران عثمان آنجا بسیارند و برخی از یاران ما از ترس جانشان به کوفه مهاجرت کردند. مصر نیز به همین صورت است. اما در شام کسی برای ما نمانده که مورد اطمینان باشد. گوش کن، به مردم کوفه خبر بده که اوضاع وفق مراد ما پیش می رود و خروج یاران ما از بصره اشتباه است. باید همچنان در هر مکانی افرادی داشته باشیم، پس جمع شدنشان در کوفه به هیچ وجه فایده ای ندارد. باشد. به آنها بگو که در هر شرایطی صبر پیشه کنید، بیشتر راه را پیموده ایم. ولی آنها در کوفه سراغ تو را میگیرند. یاران من فراوان شدند و به هم ریخته شده امورمان. به زودی انشالله. سفارشی نداری؟ احتیاط و احتیاط. برای رسیدن به هدف از چه یاری می جویید؟ از کتمان. شما را به خدا می سپارم برادران. به سلامت. ولی دم اجازه ندارد که خود حد را اجرا کند، باید شکایتش را به حاکم برده و حق خیش را از او بخواهد. جایز نیست که شخصی خودش شخص دیگر را قصاص کند و بدون مراجعه به حاکم یا نماینده وی حقش را بگیرد، زیرا این کار سبب فتنه و هرج و مرج می شود. به همین دلیل و برای محافظت از امت صلاح دیده ایم که به شام برویم تا اوضاع امت سامان یابد و اختلاف ایجاد نشود. سپس برای قصاص قاتلان عثمان رحمت الله آماده می شویم. من اکنون به سوی شام حرکت می کنم، پس تا جایی که توان دارید مرا در فرمان برداری از خداوند یاری نمایید و با من باشید. انشالله. معاویه ابن ابی سفیان نمیخواد بیعت کند تا زمان قصاص. آیا غیرت معاویه بر امیر مؤمنان بیش از ماست؟ چه میگویی مروان؟ ما با علی ابن ابی طالب بیعت کرده ایم و او را به این کار وادار نموده ایم. آیا میخواهی پیمان شکنی کنیم؟ آرام باشه یا با محمد، من بیعت با ابوالحسن را رد نمی کنم، ولی آنها قدرت گرفتند و کسی نمیتواند بر آنان چیره شود. در مدینه فساد میکنند. اگر در حیات عثمان نتوانستیم او را یاری کنیم، هرگز دست از قاتلانش نمیکشیم. ای بنی امیه، شما خلیفه دارید و او حق دارد بر قاتلان عثمان حد جاری کند. روزها و ماها سپری شد ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. او اکنون کارهای مهمتری دارد. ولی برای ما چیزی مهمتر از خونخواهی خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم که همگی با او بیعت کردیم نیست یا با محمد؟ به خدا قسم اگر مقتول پسر عمویت بود چنین سکوت نمی کردیم. به خدا قسم ای مروان، گمان نمی کنم به اندازه ما دوستش داشته باشی و او نیز تو را بیش از ما دوست داشته باشد. سکوت ما فقط برای اطاعت از امیر مؤمنین و جلوگیری است از اختلاف. از این میترسم که هرچه بیشتر سکوت کنیم بیشتر اختلاف رو دهد. به خدا قسم ظالمتر از این شورشیان وجود ندارد. خلیفه را کشتند و همچنان در مدینه نشسته و هوایش را آلوده می کنند. هر بار چهرهایشان را می بینم بیشتر در حیرت فرو می من نیز مانند تو هستم بابا، تعجب می کنم. از جدت صلی الله علیه و سلم شنیدم که می فرمود آنچه می بینم می بینید. گفتیم نه. فرمود من فتنه ها را می بینم که در بین خانه هایتان
چون قطره‌های باران فرو افتاده. به نظرت ابوالحسن چه میکند ابا عبدالرحمن؟ به زور متوسل می شود. برای اینکه ما درخواست قصاص کرده ایم؟ او به سبب اینکه درخواست قصاص کرده اید با شما نمی جنگد، بلکه به خاطر اینکه با او بیعت نکرده اید. ما تا زمانی که از این فاسقان قصاص نگیرد قبول نمی کنیم و با او بیعت نکرده ایم تنها به همین دلیل. او نظرش را به شما گفت. جایز نیست ولی دم خودش قضاوت کند. باید درخواستش را نزد حاکم مطرح نماید و حق را از او طلب کند و جایز نیست کسی بدون مراجعه به حاکم یا نماینده وی از کسی دیگر قصاص بگیرد یا حقش را طلب کند. این کار سبب فتنه و اشاعه هرج و مرج می شود. خوب گوش کنی ابن عمرو. حتی اگر حق با ابوالحسن رضی الله عنه باشد، من از جانب او نگرانی ندارم. اما چه کسی ضمانت می کند که ما به دست قاتلان عثمان یکی پس از دیگری کشته نشویم؟ چه کسی؟ بلکه من برای علی نگرانم. نظر تو چیست معاویه؟ اکنون باید خودمان را آماده کنیم. چیزی را فراموش کردم بگویم امیر. چه چیزی؟ برخی از آنها به من هجوم آوردند و به شما و عثمان ناسزا می گفتند. فتنه به پا می شود ای مردم، باید کاری بکنیم. نزد مادر مؤمنان رفتیم تا نظر او را جویا شویم. باید کارها را سامان دهیم. باید تمام تلاشمان را در این راه به کار ببندیم، وگرنه امت متفرق می شود و بیگناهان فراوانی کشته خواهند شد. مادر مؤمنان عایشه گفته عثمان مظلومانه شهید شد. به خدا قسم باید انتقام خونش گرفته شود. مادر مؤمنان حق دارد. به خدا قسم ما در طلب خونش کوتاهی کرده ایم. نظر شما چیست ای ابا عبدالله؟ اکنون زمان جنگ با قاتلانش فرا رسیده، حتی اگر به قیمت ریخته شدن خون خودمان باشد. این شورشیانی که خون عثمان ابن عفان را ریختند، گمان نمی کنم جان علی از آنها در امان باشد. به همین دلیل نباید امیر مؤمنان را تنها بگذاریم. او در وضعیت خوبی نیست. اگر تمام بار را بر دوش او بگذاریم، خدایی ناکرده سرنوشتش همانند سرنوشت عثمان رحمت الله خواهد شد. ولی ما چه کاری میتوانیم انجام دهیم؟ از این گذشته اگر ما بدون اجازه امیر مؤمنان کاری بکنیم، سرپیچی از فرمان او به حساب نمی آید؟ همین را از مادر مؤمنان پرسیدم، فرمودند ما به خاطر مصلحت مسلمانان حرکت میکنیم، همانطور که خداوند سبحانه و تعالی در آیه 114 سوره نساء به اصلاح کردن در بین همه مردم تصریح نموده است و ما نیز هیچ قصدی به جز اجرای دستور خداوند متعال نداریم. نظر درست همین است. همگی به مدینه منوره می رویم و از امیر مؤمنان طلب قصاص می کنیم. اگر شورشیان تلاش کردند با ما درگیر شوند، مانند سدی در برابرشان می ایستیم. سدی محکم در برابرشان می شویم پدرم. عبدالله ابن ابی عامر 1000 نفر را با اموال مخصوص خیش مجهز نموده و در آمادگی کامل به سر می برند. از برنامه حرکت امیر مؤمنان به شام چه خبر؟ فرستاده ای را نزد قیس ابن عباده در مصر و دیگری را نزد عمرو ابن ابی سلمه در بحرین فرستاده تا ما بپیوندند. امیر مؤمنان ابتدا به عراق می رود و بعد از آنجا به شام، ولی فکرش مشغول امر اهل مدینه است. مگر با ما نمی آید؟ لشکر شام را نباید دست کم گرفت. آنها به خوبی آموزش دیدند و تجربه جنگ با رومیان را دارند. با دیدن اهل عراق لشکر روم از یادشان می رود. دست بردار ای اشتر، برای مسلمین آرزوی سلامتی بکن.
از این ناراحتم که عمو علی اجازه داد اهل مدینه از یاری از شانه خالی کنن مادرم. پسرم، نظر اهل مدینه این است که جنگ با مسلمانان سرزمین شام فتنه است. همه میگویند که چگونه با کسانی که لا اله الا الله میگویند به جنگ. ولی اهل شام از فرمان امیر مومنان سرپیچی کرده و با او بیعت نکردند. کار آنها در بلاد مسلمین فساد به بار میآورد. حق با ابوالحسن است، اما اهل مدینه از شبهه دوری میکنند. به خاطر اینکه ابوالحسن همسرت است این سخنان را میگویی؟ یا نظر خودت هم همین است؟ نه به خدا پسرم، ولی چه کسی از علی ابن ابی طالب نسبت به دین آگاه تر است؟ عمر ابن خطاب می گفت قضاوت علی برتر است. او کسی نیست که تا حق را از باطل تشخیص ندهد تصمیم بگیرد. سلام علیکم. علیکم السلام. پسرم محمد، حالت چطور از مادر جان؟ خوبم، خدا را شکر سلامتی پسرم. الحمدلله که سلامت است. کجا بودی؟ با رومیان می جنگیدی؟ حال برادر بزرگم چطور است؟ نه برادرتم نمیشناسمت. تو برادر شورشیان و فتنگران هستی. تو همه ای برادر. گمان میکردم تنها کسی که عذرم بفهمد تو باشی. چه عذری؟ این که بین قاتلان عثمان رحمت الله مانده ای؟ خدا رحمتش کند. آرام باش برادرم. زمانی که من بین آنها بودم قاتلان عثمان نبودم. من به خاطر خودم عصبانی بودم، از مدینه بیرون رفتم. به خدا قسم نمیدانستم کار به اینجا میکشد و این گونه از حد میگذرد. برای اینکه تو فریب خورده ای. فریبت دادن و مانند شتر تو را با خود کشیدن. تو مردم بگویند نگاه کنید اون پسر ابوبکر است و اگر این قوم بر حق نبودند بین آنها نمیماند. وای بر تو. تو برادر بزرگم هستی و هر چه بگوی حق داری. به خدا قسم اگر ابوبکر میفهمید چه کرده ای برایش ننگ بود که نامش با تو باشد. بيت النبوة كم يزدان بالسبطين ما كان للإنسان
صلى عليك الله يا سيد الثقلين شعت من بيت النبوة كم يزدان بالسبطين وكذا على الحسنين من وحد الصفين وعلى الحسين